ҳеҷ кас аз устод Холмуроди Сиддиқ инро интизор набуд. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳишам ин аст, ки наворро то охир тамошо мекунем. Иншоаллоҳ ки дар борааш каме маълумот хоҳем дод. Марҳамат, пас аз навор суҳбати худро идома медиҳем. بسیار شخص ها من سوم دارن یعنی که شرایط دارن میرن کعبه زیارت. اخ شخصانی که همین چیز ندارن من همینجا کعبه چون که احمد ظاهر میگه ای قومی به حج رفتن کجایید مشوق همینجاست، بیایید در قصد شما دیدن آن خانه جان است. اول روخی آینه و سیقل بیزودارید من بیاید دست داره گرید اینا خبر گرید این قبول کعبه شما همین. ای قومی به حج رفته کجایید معشوق همین جاست، بیایید در قصد شما دیدن آن خانه جان است. اول روح آیین به سیقل بگذارید. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و کسانی که مرا در شبکه کاروان عمر تماشا میکنید. خداوند از همه شما راضی باشد. هر شخصیتی که به شبکه ما مهمان میشوید تکمچه پادپیساتیا را زیر کنید و از نوارهای ما با خبر باشید. شعری که در اول زمزمه کردیم این از زبان استاد خالمراد صدیق برآمد و این معنای آن را دارد که امروزها میبینیم، میشنویم و میدانیم که بسیار انسان ها به همان حج، کعبت الله، مکه و مدینه رفته آمده ایستادند. البته این آرزوی هر یک مسلمان است که پروردگار همه ما را و شما را نیز دیداری آن همان خانه مقدس، خانه خود را برای هر یک ما نصیب گرداند و ما نیز زیارت آن همان مکه مقدس را ببینیم و زیارتش را به انجام برسانیم. آمین. بعداً این شعری که زمزمه کرده شد به خود این معنا را دارد که البته هر شخصیتی که اگر مبلغ داشته باشد، شرایط داشته باشد، البته این فرض است که باید حج کعبه کنند، یعنی که حج روند. اما آن کسایی که شرایط ندارید، زندگیتون دشوار است، حج شما در نزد شما هست. کیست؟ پدر و مادر شما. هر شخصیتی که نمیتواند، شرایط ندارد، میتواند که همان کعبه خود را زیارت کند. کعبه آنها پدر و مادری هست که شاید با رضایتی آنها، با دعای آنها خداوند شما را نیز به همانجا برساند. از همین سبب میگویند که ای قومی به حج رفته کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید. معشوق کیست؟ معشوق پدر و مادر شما هست. آن همان کعبه در نزد شما هست. اگر شهد و شرایط ندارید میتوانید که همان پدر و مادر خود را زیارت کنید. انشاءالله خداوند نیز شما را دیدار آن مکان مقدس را نصیب میگرداند. اما افسوس امروزها این کعبه که مقدس ترین مکان برای مسلمان ها هست، اما وقتی داخل سامانه های اجتماعی میگردیم به نهایت حالت های خیلی بد در همون کعبه شده ایستاده است. خداوند عاقبت همه ما را به خیر گرداند و دیدار مکان مقدس را برای هر یک ما نصیب روزی بگرداند.